سلام علیکم برادرای عزیز، سلام علیکم با کلی مردم مسلمان. خوش آمدید به کانال خیر مهاجر. راستی نوشتم کانال خیر مهاجر تمام دیگه ویدیو نمیبرویا. همه قدشمانو خرسان دیشیدن که داجی دوستامو خرسان دیدن که مقصد کانالش از میفروشد بسیار دیگه در یوتیوب نمیبرویا. هم خرساندی کردن که ای خرساندیشون حتی در کامنتر اخورات نوشتن، اما در اخورات چون جواب گرفتن. خلاصه گفت که برادرای عزیز نه انشالله که کانال یوتیوب یک دو آدمو برآمدگیان دستگیری میکنیم گفتن انشالله دستگیری کنن. کانال نمیفروشیم، کانال دالشی کارم پیش میبریم انشالله. خدا خواسته باشد یک یا دو روز یا توقعات میکنیم همون جلبو را بگیرن. اگر که نگیرن خداوند شاهد ویدیوشون میکنم. اما آدمایی که جلب زدگن هر یک چلیتو ایست نشون میرم در اکران نشون میدم که نامرد بدن چخیله، مرد بدن چخیله. با هم خودی یک دو روز صبر میکنیم جلباتورا جداد میکنیم که بگیرن. بعدا اساس برادرای عزیز ویدیو با ویدیو چیه که برای چی نگاه کنید که داغستانی و روستا و تمام بلاگر روی دنیا امروز در ترکیه، اما یک بلاگر تاجیک نیست در ترکیه. یاردم نرفت. یک بلاگر تاجیک یاردم نرفت. یک تا هزار آمد با بازار صدواد فوتسید لوبلینا و با بازار تاجیکستان هزار آمدی کلام برای دستگیریاتون که مقصد بار روی کردن، دستگیری پشاکر روی کردن همه تون هزار آمد. اما چی با یک بلاگر نمی رود همونجا ویدیو کنه، همونجا گپ زنه، همونجا دستگیری کنه خلق برای یک دیگر منا پس زدن، برای یک آب روی تاجیکی خدمنا بردن 80 تا ویدیو میکنیم. این مینو ایسری خدمت سر کرده و تمام بلاگرها گفتنیم چی با نمیرین یک تاد. من شب پراموی فکرم گفتم میرم خواست کوکی یکم بلاگر دیگه هم میبریم هم سه کسب شیم بریم با هم یاردم بریم. اما یک کس گپ نمیزنه. اگر همی از کاری فایده باشه همه میخیزه گپ میزنه که این فایده های برای که ترکیه فایده نمیبینن، نمیرن ضرر میبینن. بلیت میخریم گفته چی میکنیم گفته. اما شما راه کشین هست شروعی ناره که میگم این رفلی شایمه بزبره بیو خوردن همه چی شایمه فقط برای یاردم که میگن. من خودی برادرای عزیز هیچ وقت بی‌طرف نباشین، دستگیری یک دیگر باشین. بعدا کار زبار میگن از همه تون بخشش زیاد عذر زیاد نمیتون ما زباره بخاطر که چی در کار یک آدم بیهوده روی اکران میبریم اما زبارون نمیشوه بخاطر که پرسماتر نمیگیره. کانال تنیوی باند غلدگی باید جلباتورا بگیرن، جلباتورا بگیرن انشالله کار خیر با دوام میتیم. برای همین ورمنی کار خیر کردن نمیتونیم. فقط یک حالت میتونیم که مرگ مرده شو مجبور بشیم ویدیو میکنیم. برای مرگ مرده به حد مهمه انشالله که دستگیری میکنن. برای بیمارا نمیتونن بخاطر که پرسماتر هم نمیگیره، کمک هم نمیشه، به حد کمک کم میشه. چی در کاره برای یک مقصد کمک کم او مرده که روی اکران میبریم. با هم خاطر برادرای عزیز از همه تا خواهش میکنم دستگیری را فراموش نکنین. همه حرکت کنین که کانال یوتیوب هم خاطر که چند قدر ما ویدیو را پهن کنیم هم قدر ایت نیوی باند تشترک میبرویم. با خاطر کارهای خیر همه کسا لایک مونین پادپیسات کنین دستگیری کنین. بعدا برادرای عزیز همه وقت نمره میبینین او یک کس مهاجران او یک کس مو است. برادرای بلیط ها با تمام جاها است. برادرای زنگ بزنین ان شاء الله که بلیط الکترونیک در کجایی که نباشه پاسپورت رو میپارتین ان شاء الله بلیط بعد 10 یا 15 منوت میگیریم. باقی خداوند همه تا نگهبان باشد، باقی سربلند و خانه آباد باشین. خداوند یار و مددگارتان باشد. هم وقت دعاگو باشین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.